وقتی خداوند از تو چیزی را بگیرد که از دست رفتنش را تصور نمی کردی، فراموش نکن که بزودی خداوند به تو چیزی عطا می کند که مالک شدنش را تصور هم نمی کردی. خداوند در قرآن کریم می فرماید فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چی بسا چیزی را خوش نمی دارید، یعنی برایتان ناپسند است، در حالی که خداوند در آن خیر و خوبی زیاد قرار داده است. خداوند نگفت یک خیر، بلکه خیرا کثیرا فرمود، یعنی خیر و خوبی زیاد. واقعا بعضی چیزهایی است که برای ما ناپسند است، ما آن را نمی خواهیم، ولی خداوند در آن خیری کثیر، یعنی خیر و خوبی زیاد قرار داده است که ما از آن بیخبریم. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند، برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.